بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش ساخت انگشتر با کریستال و منجوق. در ابتدای کار 8 تا منجوق سر سوزن میندازیم و اونو گرد میکنیم. انتهای کار رو گره میزنیم که کار محکم باشه. نخ اضافی رو قیچی میکنیم و انتهای نخ رو میسوزونیم. ببینید به شکل اون حلقه به شکل مربع میشه. برای هر گوشه مربع 5 تا منجوق سر سوزن نخ میکنیم و به هر گوشه مربع وصل میکنیم. تقریبا 1 درمیون میشه. 4 تا پره این مربع کنارش ایجاد میشه. پره آخر رو سوزن نخ رو جوری در میاریم که از نوک اون پره اول در بیاد. بعد 1 کریستال، 1 منجوق و 1 کریستال از سوزن و نخ رد میکنیم و طرف دیگر رو از پره دیگه اون رد میکنیم. 4 بار این کار انجام میدیم. به شکل 1 4 ضلعی میشه که 1 کریستال، 1 منجوق و 1 کریستال رو هر ضلعشه. حالا ردیف بعد منجوق بر میداریم و از داخل اون منجوق هایی که ما بین کریستال ها هست رد میکنیم. اینجا دقت بفرمایید. با منجوق ها 1 4 ضلعی روی کار ایجاد شد. از توی منجوق ها چند بار سوزن و نخ رد میکنیم برای اینکه محکم بشه و انگشتر شکل بگیره. برای وسط کار برای نگینش میتونیم از مهره استفاده کنیم، مهره شیشه‌ای، یا نگین استفاده کنیم. به روی کار میدوزیم، نگین رو فیکس میکنیم و سوزن رو از طرف دیگه در میاریم و محکم میکنیم. برای انگشتر از یکی از اون زلهای پره ها در میاریم، 8 تا منجوق سر نخ میکنیم و به طرف دیگه پره دیگه وصل میکنیم و سوزن و نخ از توی منجوق ها 2 بار رد میکنیم که محکم بشه. سر 4 تا 2 تا منجوق اضافه میکنیم و شروع میکنیم به بافت رینگ انگشتر کریستالی. اندازه دستمون شد، وصل میکنیم به طرف دیگه. 4 تا منجوق به 1 گوشه پره و از طرف دیگه در میاریم و دوباره 4 تا منجوق وصل میکنیم به رینگ انگشتر. انتهای کارم محکم میکنیم که نخا از همدیگه در نره. آموزش امروزمون. امیدوارم که پسندیده باشید. اشتراک گذاری و لایک یادتون نره. ماندانا آرت.